سلام، حالتون چطوره؟ امروز میخوایم درست کردن قهوه رو با هم بریم. نحوه صحیح قهوه همه بلدن، بریزن اینجا وصل کنن به دستگاه دکمه بزنن، خیلی راحته. بعد ولی خب درست کردنش فرق میکنه. آقا من داشتم نگاه میکردم دیدم همه اونایی که ما رو دیدن توی 35 تا 44 سالن. من انقدر این سنا رو دوست دارم، خودم هم نه که 42 سالمه، این سنا رو خیلی دوست دارم. همه مذکرن، اشتباه برداشت نکنیم. بگذاریم این قهوه رو میریزیم این تو، راحت بگم با این ماسماسک که میزنی زیاد فشار نده، به اندازه. حالا اصولش چیه؟ اصولش اینه که تقریبا نیم سانت 4 میل 3 میل 4 میل این سر قهوه خالی باشه. ببین دیدی 3-4 میل خالیه. دلیلش اینه که وقتی وصل میکنی فشار رو بتونه به این وارد کنه، اون شیره‌ای که میخوای ازش در بیاره. تا ناموس اینو پر نکن عزیز من. وقتی اینو تا ناموس پر میکنی جایی نیست که وصل بشه آب بهش فشار بیاره. هم به دستگاه ضرر میزنی، هم قهوه‌ای که میخوای عصاره بگیری بهت نمیده. واقعا شنبه یکی از سنگین ترین و تخم مرغی ترین روزهای هفته است. حال همه تخم مرغیه بدون قهوه. دلتون تنگ نشه، اومدم. اینم میذاری اینجا، دکمه رو میزنی. حالا بریم ببینیم چه قهوه‌ای به ما میده. بیا اینجا نگاه کن. زمانی هم که میخوای دستگاهتو خاموش کنی اینو میبینی خوش رنگه، وقتی داره روشن میشه رنگش باید دستگاهتو خاموش کنی، نباید بذاری سفید شه اون رنگ شیره‌ای که میاد. خاموشش کن، چون بیشتر از این بیاد دیگه عصاره نداره قهوه تو، آب جوش داره بهت میده. بستگی داره به قهوت چند درصد بگیری. حالا نگاه کن اینو، چه قهوه‌ای شد. استوپو بزن که بریم ما هم بخوریم.